آیه تاج واقعا گندش همه جا را گرفته. من زنگ میزنم با آیه تاج، داوری ها رو میبینید به اصطلاح دارن سر ما رو میبرن، دارن مهندسی میکنن. آیه تاج برمیگرده به من میگه که آیه زنوزی خودتون برید با داور بشینید صحبت کنید حلشون کنید خودتون. من اون کارو بلد نیستم. خودتون بشینید. بله به من گفت من اون کارو بلد نیستم. کمیته داوران یا داورا؟ آیه نه با داورا. به اصطلاح آیه تاج من اون کارو بلد نیستم. این گندخونه رو درشو ببندید. من میگم فردا منو ببرن هر کاری میخوام بکنن مشکلی نیست. آقای تاج برای این جمله‌ای که با آقای زنوزی من که تعارف ندارم. پس اون یکی تیما دارم میبینم. یعنی چی آقای زنوزی بره با داورا صحبت کنه؟ تاکید میکنم با داورا یا کمیته داوران؟ ببینید به اصطلاح شاید فردا بیاد بگه من نگفتم خب ولی شما دارید میگید که گفتن که با داورا برید صحبت کنید. یه بار تو گسترش آیه به اصطلاح رئیس فدراسیون وقت به این جمله رو به من گفته تو جریان گسترش که باید ما یه سال زودتر می اومدیم لیگ برتر. خب یه بارم اینو از دهن آیه تاج شنیدم. این حرف درستی نیست که برید با داورا صحبت کنید. این حرف سر گسترش فولاد. خب اون موقع گسترش فولاد بود، الان توی تراکتور.